دوستان سلام. این ویدیو یکی از پربازدیدترین ویدیوهای مربوط به گربه‌ها تو فضای مجازی. احتمالاً خیلیاتون بخشایی از اون توی اینستاگرام یا یوتیوب با عناوین و سناریوهای مختلف دیدید. لینک‌های زیادی برام فرستادن از کانالایی که متأسفانه بدون اجازه از این ویدیو تو ساخت محتواشون استفاده کردن. محتوایی مثل حیوانات خانگی، رفتارشناسی حیوانات و حتی کانال‌های روانشناسی و کنترل خشم، هم فارسی هم انگلیسی زبون. به بازدیدهای زیادی هم بعضا تا 25 میلیون ویو گرفتن. حتی بعضیشون با سناریو سازی‌های عجیب طوری موضوع ویدیو رو تعریف کردن که من از طرف تعدادی از مخاطبام متهم به دروغگویی و دزدی محتوا شدم. شکایتم بابت نقض کپی رایت به یوتیوب به خاطر ایرانی بودنم هیچ تأثیری نداشت. بگذاریم. من فکر می‌کردم اصل ویدیو رو بعد از ادیت کردن پاک کردم، ولی 2 روز پیش کاملا اتفاقی توی فلش پیداشون کردم. 2 تا ویدیو، یکیش 30 دقیقه و یکیش حدوداً 8.5 دقیقه. تصمیم گرفتم ویدیو کامل رو با جزئیات بیشتر به اشتراک بذارم و روی ویدیو هم اتفاق اون روز رو به طور کامل توضیح بدم. حتما ببینید، واقعا اتفاق بی‌نظیره. همونطور که گفتم این ویدیو واسه حدوداً 1.5 سال قبله. اون روزا یه خانواده 5 نفره گربه همخونه من بودن. مامان، بابا، 2 تا خواهر 1 ساله و این پسر 2 ماهه که خواهر دوقلوش نارس به دنیا اومد و نتونستم بیشتر از 6 روز زنده نگهش دارم. این پسر و مادرش رو از روز تولد برای رفاه حال خودشون آوردن تو سالن پیش خودم و 2 تا خواهر و باباشون تو اتاق بودن. تا اون روز این پسر خواهراشو ندیده بود و فقط باباشو بعضی وقتا میدید و باش بازی میکرد. رابطش با منم خیلی خوب بود. یعنی تا اون روز همه شرایط آروم و عادی بود. اینم باباشه، خان که از ترس کاملا صورتش ریخته. اون روز دم غروب من از خونه رفتم بیرون و حدوداً 10 دقیقه بعد برگشتم. روال عادی این بود که به محض شنیدن صدای کلید تو در قبل از باز شدن در 1-2 اینا پشت در بودن. اونایی که گربه دارن میدونن چی میگم. ولی همونطور که میبینید من اومدم تو، انگار اصلا منو نمیدیدن. همه چی جالب و خیلی عجیب بود. حس میکردم اومدم سر یه لوکیشن فیلم برداری و نباید وسط بازیگراش حرف بزنم. این بود که دوربین گوشی روشن کردم و آروم شروع کردم به فیلم گرفتن. اینکه تو اون 10 دقیقه که من نبودم کی این پسر رو اینقدر ترسونده خیلی واسم عجیب بود. ولی عجیبتر، قشنگتر و باور نکردنی‌تر از اون واکنش بی‌نظیر مادر برای آروم کردن بچه‌ش بود. به این فکر می‌کردم که این حیوان این واکنش افسانه‌ای و بی‌نهایت حرفه‌ای رو برای آروم کردن بچه‌ش از کجا یاد گرفته. یکی از سناریوهای ابلهانه‌ای که یک کانال به اصطلاح روانشناسی با هزاران دنبال کننده روی این ویدیو گذاشته بود این بود که این بچه توسط صاحب قبلیش اذیت و آزار شده و این گربه ماده اینطوری میخواد اعتمادش رو جلب کنه. من خودم بارها بچه گربه یتیم آوردم و به گربه‌های خودم غالب کردم. ویدیوهاش تو کانالم موجوده. ولی هر کی تو زندگیش 2 بار تو خیابون گربه پیش کرده باشه میفهمه که این حد از خشونت و این ضربه‌های سنگین بچه رو فقط یه مادر میتونه تحمل کنه و همچنان صبورانه فقط آروم کردن بچه‌ش براش مهم باشه. وگرنه گربه غریبه هر چقدر هم که مهربون باشه با اولین پرخاش گربه‌ای که به قلمروش وارد شده پارش میکنه. این اتفاق دیگه تکرار نشد و من فکر می‌کنم خیلی خوششانس بودم که تونستم از نزدیک شاهد این همه زیبایی باشم. تو این مدت عزیزانی هم بودن که من دایرکت دادن و ازم اجازه خواستن که از این ویدیو تو کلاس‌های رفتارشناسی یا جلسات کنترل خشم استفاده کنم. از اون روز این مامان گربه که البته الان بهش میگیم مامان بزرگ چون نوه‌دار شده چنان احترامی پیش من پیدا کرد که شاید بخندید اگه بگم جلوش معذبم. همش حس میکنم تو خونه یکی هست که تو شرایط خاص رفتارش میتونه خیلی پخته‌تر و منطقی‌تر از من باشه. البته تو این مدت رفتارهای خاص دیگه هم ازش دیدم که باورم شد اون فقط یک گربه نیست. اگه ویدیو دیگه تو کانالم ببینید شما هم به این باور میرسید. از اینجا به بعد این ویدیو رو تا حالا کسی ندیده و همه فکر میکنن اینجا آشتی کردن و همه چیز به خیر و خوشی تموم شد. خیر، هیچ چیز تموم نشده. مشکلم هم حل نشده. من دیگه حرف نمیزنم تا با آرامش بقیه داستان رو ببینید. فقط اگه میارزید لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه. و اگه دلیلی برای رفتار این بچه یا تجربه مشابهی داشتید خوشحال میشم برام کامنت کنید.